پیغمبر علیه السلام میفرمایند خطاکاری که توبه میکنه خداوند او را دوست داره. خداوند ما را از امو خطاکارایی بگردانه که از گذشته های خود توبه بکنیم، نه تنها از سال گذشته بلکه از عمر گذشته، و مایوس از دربار رحمت خداوند تبارک و تعالی نباشیم. چون حضرت موسی علیه السلام را یک روز برای مردم خود تبلیغ کرد و برای مردم خود گفت که از قهر خدا بترسین، خداوند ذات ذوالجلال است، شما را به جهنم می اندازد، آتش جهنم بسیار خطرناک است، رویایتان می سوزاند، پوستتان می سوزاند، به گوشتتان می رسد، سالیان درازی در دوزخ می سوزین. کدام ما و شما ضمانت داریم که ما نمی سوزیم؟ خب حضرت موسی علیه السلام سخت گفته می رفت مردمش که جبرئیل علیه السلام پایان شد. گفت یا موسی خداوند میگه که مرا به نزد مردم محبوب بگردان، مردم مرا دوست داشته باشه. الله گفت جل جلاله مردم به من انس پیدا بکنه. یا موسی سخنی بگو که مردم به من محبت پیدا بکنه، یعنی مردم به من عاشق شوه، ما را در بین قلب مردم محبت ما بینداز. بعد حضرت موسی گفت که خدایا چگونه ما میتونم که محبت رو در قلب مردم بیندازم و مردم عاشق تو شوه و تو محبوب مردم شوی یا رب ذوالجلال؟ جبرائیل گفت من نمیدانم، میرم میپرسم. رفت دوباره و پس آمد گفت یا موسی خداوند تبارک و تعالی میگه که از رحمت من هم بری مردم بگو. مردم مرا به محبت میگیرن، عبادت مرا بیشتر میکنن. پس چی شرافت داریم که ما را خداوند از خاک میسازه؟ گفته بودیم ما را انسان بساز، گفته بودیم ما را مسلمان بساز. پس خداوند مهربان است. خداوند مهربانه که یک کسی سگی را آب میده، سگ را همه گناه هایش که حق بنده نیست مورد عفو قرار میده. یعنی خداوند مهربان است. کافری 100 ساله که 100 سال کفر ورزیده اما قبول گویه که لا اله الا الله بمیره. شما بگوین به فتوای رسول خدا جای ازی کجاست؟ جنت. این رحمت نیست؟ کافر 100 ساله یا کمتر و بیشتری که عمرش به معصیت و کفر تیر شده، جناب رسول مکرم اسلام زمزمه کنه صلی الله علیه و سلم به اتفاق همه مذاهب و همه کتب حدیث، همین کلمه را اگر بخونه دنیا بروه این جنتی است. مسلمان گناهگاری که از گناه توبه میکنه خداوند میگه که گناهش پاک میکنم، عوضش ثواب برش نوشته میکنم. این رحمت نیست؟ یک ثواب ما 10 ثواب. در گذشته ها، در امتهای گذشته اگر کسی رجوع میکرد به حضور خداوند تبارک و تعالی، ملائکه می آمد برش میگفت که تو باید از بین بری، توسط یک آدم خوب توبیت قبول میشه. و امروز نام ما امت مرحوم است، از برکت رحمت للعالمین گریه کو توبیت قبول میشه. امو کار دیگه نکو اقلا توبیت قبول میشه. و باز که حال ما را دوران صحابه نیستیم، در دوران تابعین نیستیم، ما در دم اخیری وقت آخر زمان هستیم، وقت اوج فتنه و فساد که بخوای گناه نکنی گناه میکنی، بخوای لباس خود از کثافت بالا بگیری کمی دورتر میری که لباست کثیف شده، دستایت با صابون میشی میبینی که بوی میته. زمانه عجیب آمده، زمانه ای که رسول خدا میفرماید علیه السلام میترسم در آخر زمان بالای امتم سنگ نباره، از بس که مردم فساد میکنند. زمانه ای است که امروز رسول الله علیه السلام میفرماید در آخر زمان مردم در اول روز مسلمان، در آخر کافر میشن. در تو روز اگر تو کافر نیستی که نیستی، مثل دیگران نشدی، بگو الله اکبر. یعنی خداوند مهربان است.